بسم الله الرحمن الرحیم. سر از امروز طی چند بخش مختصر به این میپردازیم که حضور امریکایی‌ها در افغانستان از چه منطقی برخوردار بود، چرا آنها وارد افغانستان شده بودند، دلایل حقوقیشون چی بود، چگونه با مردم و دولت افغانستان عمل کردند و در فرجام چه باعث شد که افغانستان با شرمساری ترک بکنید. بحث امروز ما است که میان صاحب نظران این مسئله اختلافی است که چرا امریکایی ها وارد افغانستان گردیدند، دلیلش چی بود؟ اگر ما دستبندی بکنیم این دلایل به 5 مورد برمیخوریم. مورد اول متعلق به خود امریکایی است که بار بار لشکرکشیشان به افغانستان به خاطر انتقام جویی از القاعده عنوان میکردن و میگفتن که خب القاعده در نیویورک و واشنگتن حمله کرده و تعدادی از شهروندان امریکایی در اثر عملات کشته شده. خب اون کشور هم آمده که تا القاعده را که در افغانستان اون روز مرکزیت داشت و وسیله اسامه ابن لادن رهبری میشد از اونها انتقام بگیره. پیشنهادات و تقاضاهای امریکا از امارت طالبانی اون روزگار مبنی بر این که اسامه را تسلیم آن کشور بدن به جایی نرسید و گویا چنین وانمود میکردن که امریکایی ها از سر ناگزیری وارد افغانستان شده. این شد دلیل متعلق به امریکایی ها. دیدگاه دوم هم وجود داشت که با موقعیت ژئوپلیتیک یا موقعیت حساس جغرافیایی افغانستان بیشتر اهمیت میدادن و شخص جناب مارشال محمد قسیم فهیم که به عنوان معاون رئیس جمهور بود، آنها میگفتند که نه، افغانستان از یک موقعیت بسیار حساس در قلب آسیا برخوردار است. یک طرف چین، یک طرف ایران، یک طرف هم قلمرو روسیه. آنها آمدن به بهانه سرکوب القاعده در یک جای سنگر گرفتن، موقعیت گرفتن که تا بتونن این رقبای خودم مهار بکنن و از دیر ایشان امریکایی ها برای 10 سال دیگه در افغانستان باقی خواهد ماند که چنین دیدگاهی تحقق پیدا نکرد و دیده شد که امریکا پس از 20 سال حضور در افغانستان از روی ناگزیری دست به خروج زد. نظریه سوم آن است که شماری از پژوهشگران بحث اقتصادی را که در مناسبات کنونی جهان بسیار برجسته عنوان می شد
در این لشکرکشی سهیم و دخیل می‌دانند. با باور آنها رقیب عمده امریکا در قرن 21 چین و هندوستان است و این دو کشور به مواد سوخت و مواد نفتی نیازمند است و این مواد در نزدیکترین جای همان آسیای مرکزی و اطراف خزر است و راهی که این میتونه انتقال بکند به چین و هند افغانستان است. از نظر این تحلیلگران افغانستان است در یک جای قرار داره که جلوی این عبور مواد سوختی را از به قول یک صاحب نظر امریکایی هارتلند انرژی به هند و چین ثبت میکرد. در این مورد سردار یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران ایران که مقاله مبسوطی نوشته کرد و از این نظریه حمایت کرده و در میان نویسندگان افغانستانی آقای خواجه بشیر احمد انصاری کتاب افغانستان در آتش نفت را به چاپ رساند و جان نظریه آنها همین بود که امریکایی ها نه برای سرکوب القاعده نه به منظور کدام رقابت امنیتی بلکه در رقابت اقتصادی آمدن وارد افغانستان شدن. چهارمین دیدگاه که از سوی تحریک طالبان و شماری از گروه‌های همفکر آنها حمایت میشد و تبلیغ میشد بر این اساس استوار بود که گویا این ادامه جنگ حق و باطل، جنگ اسلام و دنیای کفر است و امریکایی ها و متحدان آنها نه به خاطر برابرداری اقتصادی نه منظور سلطه سیاسی بلکه به قصد تضعیف اسلام و پخش افکار ضد اسلامیشان در اینجا آمده. و سرانجام دیدگاه پنجم یک دیدگاه ترکیبی بود که در این دیدگاه همه این موارد چهارگانه یاد شده در او گنجایش داره و میان این دیدگاه ها کدام تضاد و تناقضی نمیدیدن و باور بر این بود که امریکا در عین حال که از القاعده میخواست انتقام بگیرد موقعیت اساس افغانستان اون کشور ترغیب کرده بود و لشکرکشی و نیت مهار رقبای خود داشت، چون بار بار رئیس جمهور کنونی امریکا آقای ترامپ بارها گفته که بکرام با یکی از پایگاه هایی است که به مرکز هسته‌ای چین 4 ساعت فاصله داره و میگوید که اگر آنها می بودن هرگز بکرام دست نمی دادن و این نشان دهنده اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان از دید امریکا میتونه باشه. همچنان این مسئله آن رقابت اقتصادی را نفع نمیکنه و اینکه یک نیروی بیگانه با افکار خاص خودش
وارد افغانستان شده بود معلوم بود که برای پخش اعتقادات و باورهای خود هم دست به فعالیت میزنه. در مجموع این چنین دیدگاه‌های در مورد لشکرکشی امریکا به افغانستان مطرح شده.